اینها اسنادی هستند تاریخی برای اینکه یک روز مردم ایران بدانند که ما امروز چه گفتیم. اگر ایران جمهوری بشود، اگر ایران خمینی داشته باشد، تا 1000 سال دیگر هم خمینی داشته باشد، اگر مسعود رجوی به ایران برگردد و جمهوری دوم بسازد و اگر هر بلای دیگری به سر کشور ما بیاید، ما افتخار میکنیم که در این روزهای تاریک و سیاه برای آزادی مردم ایران قدم برداشته ایم و گفته ایم زنده باد ایران، زنده باد مردم ایران، در اهتزاز باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ما، و گفته ایم زنده باد پادشاه، و گفته ایم زنده باد پادشاه. و از اینکه مردم گفتارهای ما رو ضبط و ثبت کرده باشند هراسی نداریم. این تاریخه و ما بدین صورت در این راه تاریخی با مردم کشورمون قدم برمیداریم و باز هم میگوییم زنده و پاینده باد کشور شاهنشاهی ایران.